چطور متوید رفقا؟ خوش اومد به ویدیو جدید. بزن بریم فازما بازی کنیم. فقط نمیدونم چرا یه دستم داشتم بازی میکردم، هیچی پیدا نکردم از این رو. برای خودم رکورد نبودم. الکی اومدم توی ماشین چند تا الکی اویدنس دادم، بهم پول داد 30 تا توتال نه یه 15 تایی داد بهم با یه دونه 30 تایی. ولی خطرناکترین مپاش اینن. با اینا خیلی سختن، خیلی وحشی روحی که تو اینان. از اینجا ما شروع میکنیم. برای من مهم نیست که تکراری یا نه، نوبت به نوبت میریم. خیلی دلم میخواد با یکی دیگه بازی کنم. خیلی خب ما الان یه داتس هم باید بذاریم. همین خونه بود. آره نه این خونه نبود. خونه یکی توش جرواجر شده. من اشتباهی که میکردم همینطور اینو میذاشتم وسط راه. بیعقلانه بود. تو رو خدا یه روح چیزی همینجا باشه دیگه. الکی نخواهیم بریم جای دیگه. راه فرارمونم نزدیک باشه، جور باشه، براحتی دره. از یه چیز دیگه میشه فهمید که روح کجاست. از اون جایی که مثلا بیشتر در رو باز میکنن. مثلا دیدین دیگه در رو یه میان باز میکنن. فقط یکم من استرسیم، اینجا روشن باشه بهتره. آقا برادر ولش. یه چیز شد. خب اون اتاق هم چک میزنیم، بریم ببینیم تو این آشپزخانه چیزی نیست. این چه کتاب؟ کسی صدا پایی گرفت. یکی داره ورق میزنه کتاب. نه ها، چرا باید از شانس ما اینقدر سکوت اینجا باشه و برقام خاموش باشه؟ نه قرار تا حد مکس سکت. دوباره کجاست به نظرتون؟ همچنان مثل قسمت قبلی کورم. واقعا نمیشه دید، به زور دارم میبینم. یا لیکم از اینجا نور میزنه. خب عذاب خود من و شما همین زیر زمین. دوباره صدا پای عجیب اومد. من خودم رو میرم میشنوم صدا پای باید یه مثلا دوم بوم میزنم. روحایی که اینجا هستن معمولا خیلی خطرناکن. نمیدونم چه. یه صدای بدی دوباره اومد که ای کاش نمیومد. خاموشش هم نمیشه که لعنتی ها. داشت تو که طبقه دوم نداری. خب پس حرف چیه الان؟ میشه بهم بگی؟ دوباره از اون روها نباشه یه ساعت بعد فقط دنبال کش. تو را خدا من در حال ضبطم. آی لعنت. با بس کن آموزم. احساس میکنم بچه توی آشپزخونه است. باید کتاب بیداری. وای قلبم ریخ.
اینجوری بزنم بیفته ببینم بازم صدا میاد. آخ گیر کرد. چی کنیم؟ میتونیم یه دونه اینجا بذاریم که قشنگ محدوده رو داره. ناموس وای قلبم وای کل بدنم مورمور شد. آخ لعنت بهت بابا. آقا داداش آقا برادر یکی دو تا روح هستن که توی اون کتاب خوندم توی تاریکی اکتیویتی میکنن، فعالیت میکنن. نه اکتیویتی هاشون توی شبه. بچه اکتیو میشه فعال، اکتیویتی میشه فعالیت کردن یا فعالیت. یه وقت فکر نکنید اشتباه میگم. خب او یه چیزی برداشت انگار. Hello brother, are you here? I don't know. بچه باگ نخورده باشه. کجا اومدم؟ صدای مزخرف ماینکرافت رو ول نمی‌کنم. خب ببینید داستان ما اینطوری تموم نمیشه. می‌بینید چی کار میکنیم؟ این کار می‌داریم. شاید بخواد ای خاک تو سرت من. اینو بردار. با اینا هم معمولا دیوونه میشن. میریم تو خونه همینطوری سوال میپرسیم. اگه اینجا مثلا جواب داد میفهمیم اینجا دیگه. و نوبت اگه نداد کلا میفهمیم که اصلا این اسپریت باکس نداره. اصلا یه نشونه به ما بده، لوکیشن به ما بده. خب نه یه میفهم بزن. بابا چرا اینطوری شده؟ تو مریضی؟ اتفاق خاصی افتاده برادر. نکنه از اون دوباره نکنه از اون روحاست که فقط به یه نفر جا میدم. خودمون یه نفریم دیگه. دقیقا داره به چی فکر میکنی؟ من نمیدونم بچه ها اون کجا میره. نمیشه خریدشم. What the fuck برو یا حسین. وای قلبم. بچه بنشی نبود؟ او همینجاست. کسافت بزنم تو اون قیافت. پنلش آفت. کسافت نگاه کن بچه همینجاست. وای دوباره دوید. منم مجبورم فکرم خورتون ادیتای سخت بزنم. دهنگل بیا. نه اشتباه گفتم دهنگل بگیر. اینطور ادیتای نشه. بچه ها روحش وحشیه. سریع باید بیایم بیرون. دوربینم باید یه جا دیگه کار بزنیم. فعلا چی میکنیم؟ ببینید چه جاهای لامپ داره. بابا روشن شو ناموسن. روشن شو ای خدا. او ببین. او اولترا ویولت.
He had ultraviolet. او بنشی هم توش هست. بنشی، دیگون، فانتوم، غوله اینا هستن دیگه. گلویسیکو همین الان میتونیم بریم کار بذاریم، حداقل اینونتوریمون خلوت باشه. نه یه عکس. وای بابا چرا اینطوریه؟ یعنی میشه باز کرد؟ خب بی منطق بودن از خودتا. فقط سوال دوربین من کجاست؟ خب شانس آوردم. خب بعد ببین گوست رایتینگ داره یا نه، و قبلش باید اینو روشن کنیم چون که یک نور گرمه اینو باید روشنش کرد که اصلا چیزی دور و بر ما نپلکه. اینو ولش دیگه، اینو داریم، یک نور گرمه، امنه. turn off lamp turn on lamp. واقعا مثل سگ دارم میترسم. آقا خب گلوستیک نه اشتباه گفتم. خب باید ببینیم حرف میزنه یا نه. کجایی؟ به ما نزدیکی؟ چه چیزی میخوای؟ و یک نشونه به ما بدی. میتونی یک نشونه به ما بدی؟ Can you give us a sign؟ خب احساس میکنم این نداره. گوست رایتینگ احتمال میدم که داره. بزن EMF هم تو دستم نگه دارم ببینم لول 5 میده یا نه. لعنت بهت. یعنی ببین از ترس دارم چیکار میکنم، اینطوری میکنم که چیزشو نه تو صورتم تو رو خدا. ولی میدونم همونجا بسابیدم اینجا نیست. ببین یعنی متاسف نیستم براش. لعنت اشتباه گفتم. لعنت وای نه Are you close to us? Oh my god. دقیقا کی EMF level 5 زد؟ دات پروژکتورم. وای داستان رو نگاه کن. Yes baby. اینو بیار اینجا. Red. خب بین چیا مونده؟ وای خدایا فانتوم و بنشی. بخون بذار ببینیم بنشی شه. sign and focus on one person will hunt. نفهمیدم ولی خب وای بابا از این گوست اورب حرف نزن. فانتوم چیه؟ فانتوم برو a shadow trying to capture photo of roommates. ببینید اسپریت باکس نداد به ما، پس میتونیم بگیم همینه. بچه ها واقعا نمیدونم ولی احساس میکنم همینه. وای بنازم
بنچی دمت کرد 46 دیگه چیه 46 تا بهمون توتال مانی داد نه توتال مانی اون شد 46 به نظر آجه غلقش اومد دستم قشنگ دارم رنده میکنم بچه یه سرور باید بزنن یه شهر دارم میسازم توی بازی میخوام سرورش کنم حالا الان نمیشه شاید ببینم تا 1-2 ماه دیگه این کار رو انجام بدم دیگه حالا تو ماینکرافت دیگه دقیقا گفتم بهتون بگم ممکن همینم سرورش کنم که با هم دیگه جنگیر کنیم خب بریم دوباره نزدیم پلی مپ بعدی چرت مپش ولی میرم نمیدونم چه خونه بود که توش یه حالت مراسمی بود یه جایی هست میره انگار مراسم دارن انجام میدن نمیدونم شاید توی خونه اوکی داشت من همیشه بیکرفولم این خونه جن و حد زدیم پول گرفتیم اینجاست یه نمیدونم کجا بود بچه ها خیلی عجیب بود صداهای بد میاد داداش Are you close to us? Yes. خب طبقه بالام باید چک بزنیم حالم از این زیر زمین به هم میخوره خدا نیفتم دیگه نیفت این صدا وایسا اینجا نیست خب هرچیز طبقه اوله چون صداها رو داره از طبقه اول در میاره اینجا رو من چک نکردم خب یکم بمونیم اینجا همه در رو باز کنیم ببینیم منطقش کجاست میخواد به چه سمتی بره در من نباشه ما یه ساعت بخوام اسکول شیم خب مزخرف ترین جای بازی ها همین انباره اما بدون اینکه نگاه کنیم میریسکیمون میریم باور آن شد کثافت وایسا ببینم صدا پاها داره از کجا میاد نه اون نبود این بود آخی نور الان نور ربطی نداشت میبینی فلت ورده اون بیرونشو فقط طراحی کردن که مثلا اونطوری بایسا فکر کردی من خرم داشت خلاص کرد ببین یه جایی از اینجا رو باز کرد گاراژ مطمئنا همون طبقه بالاست احتمال نمیدم که اینجا باشه احتمال در حالی که مثل سگ استرس دارم ولی میرم بالا یس بربی در همه رو باید باز کنم در مثل که همه چقدر تو بزرگی اینجا چه نیده بودم کثافت حالا فکر کن اینجا یه در باشه دیگه میشه بابا نکنی دیگه میشه ته نامردی ماشینمونو چه خفنه اینجا نیست چقدر شدن اینجا من اگه اینجا این طبقه هم نباشه واقعا جلد میخوام بدم این تسک کثافت فکر کردیم من اسکولم
یکم بذارم این ورتر. محدوده آخه فکر نکنم بخواد جرمون بده و خب شاید دو کنید که خب نده دیگه، هرچی نده بهتره. فکر کنم همین الان بریم تو یه دوری یه طوری اتک بده همه جا بیا تو دهنت، خیلی خفه میشه دیگه. بیا بیرون کثیف، باگی نخور. دفعه قبلی ما همینجا این کثافت رو گرفتیم. گلوسی یس داد هم داد. اونو چرا انداختم؟ داد و اولترا ویولت. آقا دوباره بنشی نباشه. من وای دوباره سکته انداخت تو جون من. دوباره سکته انداخت. بابا برو یا حسین، گفتم بریم تو این اتک میده. آقا غلط کردم کسافت. سنتیمو تو چند برد داره میجوه منو. سلام داداش. خب یک چیزی ما فهمیدیم، این از اون روهاست که با اسپریت باکس روانی میشه. ممکنه الان دوباره یه اتک بده، جرمون بده. جان مادرت بنال. What the fuck. پاسه ببینم EMF level 5 کدومشون داره؟ هیچ کدوم ندارن. خب یا با گوست اورب پیدا کنیم یا باید اسپریت باکس پیدا. من احساس بکنم فانتومه. نه ایلن است بهت. این آخ داره بنال. تو نباید الکی نگاه کنیم. تو رو خدا بنال. بچه اگه بگیم که can you give us a sign، یه نشونه به ما بده، باید حرف بزنه یا باید مثلا نشونه بده؟ ای دوباره جلوم داره رد میشه، لعنت بهش. فکرم خودم بودم. آقا از ما که هیچی در نمیاد، بازم بنشیه. بین دارم اشتباه میکنم ولی مجبورم بپذیرم. یه 2 تا عکس حداقل بگیریم. من بگیری یا همین الکی خودت به چوس ندی. الکی بگیر، فقط بگیر. ببینیم توتال مانی چیزی بهمون میده. یه اینجا میگیریم، یه اینجا میگیریم، یه اینجا میگیریم، یه همه جا دیگه بگیریم. برو ببین. میدونم اشتباه کردم، واقعا میدونم. نه حتی بخواد از همون اویدنسان بهم پول بده. وای مگه میشه؟ غلط کردم. درست بود. آجی چقدر پول داریم ما. تسکا چیزی درست نشد کسافت. خب بریم توی استور. من این لعنتی رو باید مراقبش باشم بابا، همینطوری خرج میکنم لعنتی ها. اینو بگیری؟ نه ارزش نداره، واقعا ارزش نداره. آقا هر دوتا رفتیم اما هر دوتاشون یه روح بودن کسافت ها. آخه واقعا یعنی چی؟ این چه مسخره بازیه؟ 2 تا روح یه جا و اینش خیلی باله، مثل از اون دوربینا میزنن، خیلی باله. الان خوب که بچه برعکس میشه. او بی منطق. حرفی نمونده. لایک کنید، کامنت هم بذارید
و پیجم هم ساب کنید که حمایت بزرگی از منه. و بازم فازما میرم، قراره حال کنیم دیگه، قراره حال کنیم. اونقدر رو حدس میزنیم خودمون بشیم یه جنگی. حرفی نمونده تا بده دیگه. فعلا